روزه بالای بدن را است بشنید. خب در نخست یک روزه را یک تعریف کنیم. روزه عبارت از یک رکن سوم اسلام بوده که بالای هر شخص بالغ سالم و عاقل فرض می باشه که در هر سال در مدت 12 ماه یک مره فرض است که شخص باید روزه بگیره. بنابراین روزه گرفتن بر شخص بر سلامتی هر انسان مسئولیت خود دارد. خود روزه فرصت مناسب است به خاطر صحت و سلامتی هر انسان، چون ذخیره‌گاه عضویت ما و شما در جریان 12 ماه که مواد شحمی و مواد گلوکوزی که ما و شما ذخیره میشه در بدن ما، انرژی هایی که اضافه در بدن ما ذخیره است، یک فرصت مناسب است که تا عضویت به طریقه درست در جریان یک ماه ذخیره هایی که در بدن ما و شما داریم او را به اتمام برسانه و بتونه جهت پاکسازی از سموم و فعالیت خوبتر بدن ما انجام بده.